اگه بعد از 40 سالگی پوستت خشک‌تر و چروکدار شده یا مفاصلت صدا میده، در واقع علت اون کمبود یه چیزی توی بدنته که اسمش کلاژنه. و کلاژن همون پروتئین طلایی هست که مثل یک چسب پوست و مفاصل و استخون و بافت‌ها رو کنار هم دیگه نگه می‌داره. و اما خبر خوب اینه که میتونی بدنت رو دوباره فعال کنی تا این کلاژن رو دوباره بسازه. اون هم با یک سری از غذاهای بظاهر معمولی که در اونها قدرت بازسازی و تقویت پوست و ناخن، استخوان و مفاصل پنهانه. پس اگر بالای 30-40 سال هستی این ویدیو رو از دست نده، چون ممکنه همون چیزی باشه که مدت‌ها دنبالش میگشتی. کلاژن یک پروتئین با 19 اسید آمین است که ساختار اصلی پوست و بافت همبندی رو در بدن ما تشکیل میده و در واقع مثل یک اسکلت پنهان برای پوست، مو، ناخن، استخوان‌ها، مفاصل، رباط، تاندون‌ها، جداره عروق و حتی جداره دستگاه گوارش هست. و در حدود 30% از کل پروتئین بدن رو همین کلاژن تشکیل میده. در واقع بدون کلاژن بدن مثل یک چادر بدون ستون هست. در پوست باعث ترابط، درخشانی و کاهش چین و چروک و افتادگی پوست میشه. در استخوان‌ها و مفاصل باعث نرمی و لغزندگی اونها، کاهش درد و کاهش سایش استخوان‌ها برهم میشه. در روده ها باعث بازسازی جداره روده ها و در جداره عروق باعث کاهش سفتی عروق میشه. در مو و ناخن باعث کاهش نازکی و شکنندگی موها میشه. و اما با افزایش سن باید بدونید از اونجا که علاوه بر اینکه یک مقدار بدن شروع میکنه به کاهش قدرت عضلانی و یک مقدار از قدرت عضلانیش رو از دست میده، سنتز کلاژن هم در بدن کم میشه. ولی خبر خوب این هستش که میشه با تغذیه سالم به بدن کمک کرد تا بدن دوباره شروع به سنتز کلاژن بکنه. باید بدونید بهترین منابع کلاژن غذایی منابع حیوانی هستند. البته منابع گیاهی به طور مستقیم حاوی کلاژن نیستن، ولی از اونجا که یک سری از این منابع حاوی پروتئین‌های حاوی ویتامین C، پروتئین‌های گیاهی، اسیدهای آمینه و املاحی مثل روی و مس هستن، میتونن باعث تحریک کلاژن سازی در بدن بشن. و اما در این ویدیو با 6 دسته از قوی ترین غذاهای کلاژن ساز حیوانی در دنیا آشنا میشیم که هرچی به شماره 1 نزدیکتر میشیم این ماده غذایی قوی تره. شماره 6 تخم مرغ کامل و به خصوص سفیده تخم مرغ. تخم مرغ یک منبع پروتئین با کیفیت هست. به طور مستقیم خودش کلاژن نداره، ولی از قوی ترین غذاهای تحریک کننده تولید کلاژن در بدن ماست. به خصوص سرشار از اسید آمینه های لوسین، آرژینین و پرولین هست، به خصوص در سفیده که میتونه در ساخت کلاژن جدید به بدن کمک بکنه. در زرده حاوی بیوتین یا ویتامین B7 هست که باعث تقویت و رشد مو و ناخن ها میشه. حاوی کولینه که از غشای سلول های عصبی و غشای پوست حمایت میکنه. حاوی ویتامین A و ویتامین D هست که از ساخت کلاژن حمایت میکنن. همینطور به دلیل وجود لوتئین و زیاگزانتین که خاصیت آنتی اکسیدان دارن میتونه در برابر آسیب اشعه مابعد بنفش خورشید و یا اثر تخریبی رادیکال های آزاد از کلاژن بدن حمایت بکنه. در یک مطالعه‌ای که در مجله کاسمتیک درماتولوژی سال 2021 به چاپ رسید دیدن زنان میان سالی که رژیم سرشار از مصرف تخم مرغ و ویتامین C داشتن، نه تنها که چروک‌های پوستی کمتر بود، سنتز کلاژن در اونها خیلی بیشتر بود. البته باید در نظر داشته باشید مقدار کلاژنی که در یک تخم مرغ به طور متوسط وجود داره دقیقاً مشخص نیست. شاید بستگی داره به شرایط متابولیک بدن خود فرد و نوع تخم مرغی که استفاده میشه. بهتر هست حتما از تخم مرغ‌های ارگانیک استفاده بشه که به هر حال مواد مفید و امگا 3 بیشتری دارن. روش پخت تخم مرغ هم مهم هست. بهتر هست که حتما از حرارت زیاد برای پخت تخم مرغ استفاده نشه، چون باعث تخریب پروتئین های تخم مرغ به خصوص در زرده میشه. اگر از تخم مرغ
املت و یا نیمرو استفاده میکنین حتما روی شعله ملایم با یک مقدار چربی سالم مثل روغن زیتون فرابک باشه. ولی خب شاید بهترین روش استفاده مصرف تخم مرغ آبپز باشه. به هر حال در نظر داشته باشید افراد سالم بالغ میتونن به راحتی 1 تا 2 عدد تخم مرغ روزانه استفاده کنن. غذای شماره 5 شانه خروس هست که شاید براتون عجیب باشه و کمتر کسی اون رو بشناسه، ولی باید گفت که شانه خروس یکی از غنی‌ترین و بهترین منابع کلاژن در دنیا هست. حاوی کلاژن نوع 2 و اسید هیالورونیک طبیعی هست. شانه خروس همون قسمت در واقع گوشتی و قرمز رنگی هست که در بالای سر خروس وجود داره و یک بافتی شبیه به قضروف انسان هست. روش تهیه این غذا هرچند که ممکنه ظاهر خیلی خوشایندی نداشته باشه، به این صورت هست که این شانه خروس در ترکیب با یک مقدار آب و سبزیجاتی مثل هویج، کرفس و یا پیاز و سیر همراه با ادویه‌جات در روی شعله ملایم اگر به مدت 3 تا 5 ساعت پخته بشه و البته یک مقدار میشه از سرکه یا آب لیموی تازه هم به اون اضافه بکنین، تبدیل میشه به یک بافت نرم ژله‌ای که میشه از اون در داخل سوپ یا غذاها استفاده کرد. این ماده غذایی یک مکمل طبیعی برای افراد بالای 40 سال هست. ضد آرتروز، ضد پیری پوست، باعث کاهش درد در مفاصل دردناک میشه، باعث بازسازی قضروف و آبرسانی پوست میشه. هر 100 گرم اون حاوی 5 تا 4 گرم اسید هیالورونیک است. البته از شانه خروس در ساخت مکمل ها هم استفاده میشه. دوستان تا اینجای ویدیو اگه مطالب برای شما مفید و جذاب هست لطفاً ویدیو رو لایک کنید و با گذاشتن کامنتی از این محتوای سلامتی حمایت کنید تا یوتیوب اون رو به افراد بیشتری نشون بده. ممنون که تا انتها با من همراه باشید. غذای شماره 4 کلاژن دریایی یا مارین یا کلاژن ماهی هست. در واقع این کلاژن از زودجذب ترین و سبک ترین انواع کلاژن طبیعی هست. قدرت هضم خیلی سریع و خیلی بالایی داره و از انواعی هستش که بیشتر حاوی کلاژن نوع 1 هست که در پوست بیشتره و به همین دلیل برای جوانسازی پوست خیلی عالی هست. این کلاژن بیشتر در ناحیه پوست و استخوان، فلزهای ماهی و بافت‌های پیوندی اون قرار گرفته. از انواع ماهی‌هایی که حاوی کلاژن بالایی هستن میتونیم به ماهی سالمون، ماهی ساردین، ماهی کپور و ماهی سفید اشاره بکنیم و باید بدونید هرچی پوست ماهی کلوفتر و ضخیم‌تر باشه میزان کلاژن بالاتری داره. مثلا سالمون از دسته این ماهی‌ها هست، ولی خب میدونید قیمت خیلی بالایی داره، هم این ماهی هم ماهی سفید. در بین این ماهی ها ساردین شاید جزء منابع دریایی و کلاژن دریایی باشه که قیمت مناسب تری داره و ارزون تر هست. ماهی های کوچیکی هستن که به راحتی میشه با پوست و با استخوان خورده بشن و غنی از کلاژن، مواد معدنی مثل کلسیم و فسفر هستن. از نظر اینکه چطوری از ماهی ها استفاده بشه، بهترین روش پختشون این هستش که در فر و یا به صورت گریل استفاده بشن بدون اینکه پوست ماهی جدا بشه تا به حالت ژلاتینی در بیاد، و یا اینکه میشه از سوپ یا آبگوشت ماهی استفاده کرد، یعنی اینکه ماهی رو با استخوان و پوستش و با سر در داخل مقداری آب با سبزیجات و با کمی آب لیمو در حدود 2 تا 3 ساعت روی حرارت ملایم درست بکنین. آبی که به دست میاد سرشار از کلاژن، مواد معدنی و همینطور امگا 3 هست. فلس ماهی خورده نمیشه، ولی از فلس ماهی که حاوی کلاژن طبیعی هست در ساخت مکمل های ماهی استفاده میشه. در مطالعه‌ای که در مجله بریتیش جورنال آف درماتولوژی سال 2021 به چاپ رسیدن، افرادی که روزانه 5 تا 10 گرم از مکمل ماهی به مدت 8 هفته استفاده می‌کردند، به طور چشمگیری رطوبت و در واقع نرمی پوست اونها بیشتر بود. مصرف کلاژن ماهی در کل باعث کاهش چین و چروک و کاهش افتادگی پوست میشه، باعث افزایش رطوبت پوست، افزایش ضخامت مو و ناخن
اون تسریع در ترمیم زخم‌ها و همینطور به دلیل داشتن ترکیبات امگا 3 و مواد مفیدش میتونه به سلامت قلب و عروق کمک فوق‌العاده‌ای بکنه. در نظر داشته باشید 100 گرم ماهی سالمون حاوی 20 تا 25 گرم پروتئین و حاوی 6 تا 10 گرم کلاژن هست. در مورد ماهی ساردین باید اشاره کرد که علاوه بر نوع گریل شده میشه از انواع بخارپز اون هم استفاده کنید. و اما غذای شماره 3 که غنی از کلاژن هست آب قلم هست. این غذا یک غذای ساده و بسیار با ارزش هست. بهتر هست که بهترین استخوانی که میتونین استفاده بکنین استخوان زانو و ساق پای گوساله هست. این استخوان بهتر هست که توسط قصابی به قطعات کوچیکی برش داده بشه در داخل قابلمه. اگر استخوان ها رو همراه با یک مقدار سیر و پیاز و سبزیجات دیگه مثل هویج و کرفس قرار بدین در روی شعله ملایم و به مدت طولانی برای مثال 12 تا 24 ساعت پخته بشه و البته یک مقدار سرکه سیب یا آب لیمو ترش تازه اضافه بکنید چون باعث خروج بهتر مواد معدنی و کلاژن به داخل محیط این غذا میشه. این غذا یک غذای عالی هست. این غذای آب قلم سرشار هست از املاح معدنی مثل کلسیم، فسفر، منیزیم، حاوی ژلاتین، گلیسین، پرولین و گلوتامین داره و سرشار از کلاژن نوع 1 و کلاژن نوع 3 هست. میتونید از این مایع ژلاتینی که به دست میاد اگر وقتی که سرد شد اون رو در قالب‌های یخ بریزین و در یخچال در فریزر نگه دارین و هر بار در داخل سوپ‌ها یا غذاها استفاده بکنید. میتونید از خود آب قلم مستقیم استفاده بشه. یک لیوان آب قلم حاوی 8 گرم کلاژن هست. البته روی بالای اون چربی بالایی داره، میتونید چربی روی اون رو جدا بکنید و فقط از آب ژلاتینی اون مصرف کنید. بر اساس تحقیقات دیدن که مصرف آب قلم در کاهش درد و سفتی مفاصل و استخوان‌ها، تقویت استخوان‌ها، جوانسازی پوست و کمک به تقویت دستگاه گوارش بسیار کمک کننده است. غذای شماره 2 تاندون گاو یا بیف تندون هست که مثل یک بمب طبیعی کلاژن برای پوست و مفاصل هست. تاندون گاو یک بافت پیوندی سفت و دیرپز هست. روش پختش مثل همون روش تهیه آب قلم هست. در روی حرارت ملایم با سبزیجات دلخواه و ادویه دلخواه به مدت طولانی حتما پخته بشه. قطعا اگر یک مقدار آب لیمو ترش تازه و یا سرکه سیب اضافه بشه باز بهتر هست و تبدیل میشه باز به یک آب ژله‌ای. هر 100 گرم از این غذای تاندون گاو حاوی 30 تا 35 گرم پروتئین هست و میزان کلاژن اون چیزی در حدود 13 تا 14 گرم هست. تاندون گاو غنی از کلاژن نوع 1 و 2 و سرشار از اسید آمینه ها به خصوص اسید آمینه های گلیسین و آرژینین هست. با مصرف این غذا میتونه باعث تقویت استخوان ها و مفاصل، کاهش درد و التهاب، حمایت دیواره رکا و حتی کمک به ترمیم بافت عضلانی بشه. غذای شماره 1 پای مرغ است. پای مرغ مثل یک بمب ژلاتین و از غنی ترین و اقتصادی ترین منابع کلاژن حیوانی در دنیا هست. حاوی کلاژن 1، 2 و 3 گلوکوز آمین، املاح معدنی مثل کلسیم، فسفر، منیزیم و پروتئین هست. مصرف اون باعث جلوگیری از پوکی استخوان، بهبود ضخامت پوست، کاهش درد و سفتی مفاصل میشه. روش پخت اون خیلی ساده هست. پای مرغ بهتر هست که خوب شسته بشه، پوست اون گرفته بشه، ناخن‌ها چیده بشن و با یک مقدار از سبزیجات و ادویه به مقدار دلخواه پخته بشه تا زمانی که تبدیل بشه به صورت یک عصاره ژلاتینی. بعد استخوان‌ها رو جدا بکنین و این ماده ژلاتینی رو بعد از اینکه سرد شد میتونید در داخل قالب‌های یخ بریزید، در داخل فریزر نگه دارید و بعداً در داخل سوپ‌ها یا غذاها استفاده بکنید. مقدار کلاژن موجود در داخل این ژله بسته به نژاد مرغ و روش پخت ممکن هست متفاوت باشه. بهتر هست از
مرغ‌های ارگانیک استفاده بشه. جالبه بدونید که این غذای پای مرغ با وجود اون که مقدار پروتئینش نسبت به تاندون گاو کمتر هست ولی میزان کلاژن بیشتری داره. برای مثال 100 گرم از غذای پای مرغ با وجود اینکه حاوی 19 تا 25 گرم پروتئین هست ولی حدود 70 تا 80 درصدش کلاژن هست که معادل چیزی حدود 13 تا 18 گرم میشه و به همین دلیل یک غذای فوق‌العاده و یک منبع عالی کلاژن برای کاهش درد مفاصل و جوانسازی پوسته. در پایان باید گفت اگر شما فرد گیاهخواری هستین، اگرچه منابع اصلی کلاژن منابع حیوانی هستن ولی یک سری منابع گیاهی هستن که میتونن به دلیل داشتن ویتامین C و پروتئین های خودشون باعث تحریک ساخت کلاژن در بدن بشن که البته حتما در ویدیوی جداگانه در مورد اونها صحبت میکنیم، ولی باید بدونید که اینها جایگزین کاملی برای منابع کلاژن حیوانی نیستن. دوستان اگر محتوای سلامتی این ویدیو برای شما مفید بوده در گروه‌های خانوادگی و با دوستانتون شیر کنین. اگر تجربه یا نظری دارین در مورد مصرف این غذاها در کامنت ها برای من بنویسید که کدوم یک از این غذاها رو استفاده کردین و یادتون باشه که کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله اون رو هم فعال کنید تا سایر ویدیوهای سلامتی ما رو از دست ندین.